آوازخوان 27 ساله از دوشنبه الهام طاهرов شام 15 اکتبر با هنر خود همه چهار داور موسم اینک دوام آزمون گولس در شبکه یکم تلویزیون روسیه را به وجد آورد و همه این چهار داور الکساندر گراتسکی، لیانید اگوتن، پلاگیا و دیما بیلان کورسه هایشان را به طرف الهام گردانیده و او برای اشتراک در دور بعدی رخ دادند. الهام طاهرов در دور اول آزمون که داوطلبان باید نیروی صدای خود را با خواندن ترانه بدون موسیقی به نمایش بگذارند، ترانه قدیمی Dream a Little Dream of Me را اجرا کرد. این ترانه را بار اول اوزی نیلسون هنوز سال 1931 ثبت کرده، بعدا آوازخوان‌های شهرتیار چون الا فیتزجرالد، لوی آرمسترونگ، دوریس دی و روبی ویلیامز نیز اجرا کردند. پلاگیا خواننده شناخته ترانه‌های مردمی روسیه و عضو هیئت داوران آزمون گولس گفت آواز الهام مفتونش کرد. شما با صدایتان ما را مست کردید، گفت او. عضو دیگر هیئت حکمان الکساندر گراتسکی اجرای آوازخوان تاجیک را اجرا به طور فانتاستیکی نامیده و گفت سر هر یکی از داوران به آسمان میرسید اگر الهام او را به حیث استاد انتخاب کند. عالی، در واقع عالی، با چنین سخنان تفسیر کرد متر استراد شوروی و روسیه. همه چهار عضو هیئت حکمان به صورت فعالانه الهام را تشویق میکردند که به حیث استاد خود آنها را انتخاب کند. الهام با اظهار سپاس گفت کار کردن با هر یکی از آنها را برای خود شرف میشمارد، ولی نمیدانم برای چه، ولی امروز میخواهد که با بیلان کار کند. بیلان از جایش خیست تا دست آوازخوان تاجیک را که شاگردش شد بفشارد. پلاگیا اقرار کرد که به دیما بیلان برای یافتن چنین شاگرد حسد میبرد. گراتسکی به دست بیلان افتادن چنین آوازخوان بقوت را بی‌عدالتی نامید. مجری آزمون هنرپیشه شناخته روس دمیتری نگیف نیز در انجام الهام طاهرов را به آغوش کشیده گفت میدانی تو امروز در صحنه اثبات کردی که این کسب آوازخوانی میتواند اینقدر کسب مردانه باشد، نه فقط یک مرد عادی بلکه مرد میدان. الهام طور خودش نقل کرد ترجمان از زبان خطایی بوده آوازخوانی را از خواندن ترانه‌های مردمی سر کرده است و به مسکو به خاطر اشتراک در آزمون گولس آمده است.